آخه من نمیدونم کی ساعتی 4 صبح میخیزه بره کو. خواب تو چشام بود ولی وقتی قهوه رو زدم یخت خواب چشم پرید. کولر رو بستم و راهی شدم. من امیرم و اگه قبلا ویدیوهای منو چی؟ اصغر بازی نه. خب من امیرم و اگه قبلا ویدیوهای منو دیدی میدونی بریم. من امیر زهر ما نخند. خب میریم یه بار دیگه. من امیرم یه بار دیگه. من امیرم نکن دو تا جمله من امیرم نکن یه حرکت ها اعصاب من میریزم یادم میرزه چی. من نمیگم از سلام بچه ها. من امیرم. اگه قبلا ویدیوهای منو دیده باشی میدونی که کوه طبیعت و مسیراش برای من خیلی مهمه و بخش مهمی از زندگیمو تشکیل میده. برای من کوهنوردی فقط رسیدن به قله نیست. لذتش توی همین قدم هاست. نفس کشیدن توی هوای تازه. اون حس زنده بودن واقعی. خب رفقا امروز یه مسیر خفن داریم. داره دست تکون میده فکر نمی کسی توی باشه. خب رفقا امروز یه مسیر خفن داریم و اینکه هنو اول راهیم ولی کامل بذار بگم حالا ولی خب کامل مشخصه که قرار حسابی نفسمون بگیرم اسکیون برا و اینکه اگه هنوز ما رو تا اینجای کلیپ میبینی یه لایک بزنید که بدونیم هنوز زنده ایم و اینکه بریم ببینیم قله در ادامه چی برامون داره. بریم. اینجا که میستیم سکوت بلندترین صدای دنیاست. تازه میفهمی چقدر ذهنمون شلوغه. گاهی فقط باید راه بری بدون مقصد بدون فکر. جلی کوهنوردی با خاطر همونرضا. ما با همونرضا شروع کردیم. چطوری؟ خوبی؟ یه قله اشتباه اومدیم اونه ولی اومدیم این بر نزدیکیم دیگه به قله. یه تقریبا 100 متر دیگه فاصله داریم. داری میگیری؟ ما الان چجوری ثابت کنیم که رسیدیم قله؟ الان تافلوشو کندن. ما الان رسیدیم قله 7 سواران و اینکه اولین مسیر با امیرو بود. امیرو اسم کانالمون امیرو. چطوره؟ اسم خوبه؟ عالیه به نظرم. آره میخوره مثلا منو ببینم یه امیرو اینجوری. آره ما رسیدیم و اولین مسیرمون بود و اینکه ادامه داره. حتما ادامه داره و هر هفته یه مسیر تازه انشالله. زندگی یه ماجراجوییه که از یه قدم ساده شروع میشه. قله ها فقط مقصد نیستن، دلیل ادامه دادنن. هر بار که بالا میری یه تیکه از خودتو پیدا میکنی. آماده ای با من مسیر بعدی رو بیای؟